روزه میگوید نیت من شما را گرسنه ماندن نیست، بلکه فهمانیدن احوال گرسنگان است. رمضان برای همه یک است تا ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است. روز پرفیض ماه رمضان مبارکتان باد عزیزان. یک غزل. روزداران ای خوشا بر حالتان، روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان. روزه تکلیف برای انبیاست، روزه تکلیف برای انبیاست، در قیاس بندگی فخر ماست. شأن هر مومن نباشد این مقام، شأن هر مومن نباشد این مقام. مسلمین پس بر شما باشد سلام، صف به صف آیند ملائک سویتان، صف به صف آیند ملائک سویتان، تا که لذت ها برند از بویتان. روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان. رمضان مبارک.